درود بر شما، خیلی خوش اومدید به پادکست موج. در خدمت شما عزیزان هستم با دومین بخش از داستان‌های شاهنامه. در بخش قبل خوندیم که هوشنگ نوه کیومرثشاه انتقام پدر سیامک رو از اهریمن میگیره و اهریمن رو از بین میبره و بعد از اینکه کیومرثشاه پدر بزرگش فوت میکنه بر تخت شاهی میشینه و همچنین دستاوردهای زیادی هم در زمان شاهی خودش به دست میاره. حالا قرار قصه طهمورث رو بخونیم که چی شد، چه اتفاقی افتاد. بعد از اینکه طهمورث بر تخت شاهی نشست چه اتفاقاتی افتاد. پس با من همراه باشید. از طهمورث تا فریدون. هوشنگ در زمان پیری بعد از نصیحت زیاد به فرزندش طهمورث او را به جای خود نشاند. پسر بود مر او را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر بر میان بر ببست. همه موبدان را ز لشکر بخواند، به خوبی چه مایه سخنها براند. چنین گفت که امروز تخت و کلاه، مرا زیبد این تاج و گنج و سپاه. جهان از بدیها بشویم برای، پس آنگه کنم درگهی گرد پای. ز هر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. هر آن چیز کاندر جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم ز بند. پس از پشت میش و بره پشم و موی، برید و به رشتن نهادند روی. طهمورث اندیشه‌ای تازه آورد. نخست اینکه به آیین کسی کار نداشت. همه در کیش خود آزاد بودند و میبایست پیمان میکردند که از راه راستی پا بیرون ننهند. در زمان او خوشسالی بزرگی رخ داد، ولی دستور داد دارایان به ندارها کمک کنند و همچنین او شهر اصفهان را بنیاد کرد. طهمورث حیوانات را اهلی کرد، اما دیوان در آن سوی جهان به او حسادت کردند و با سپاهی به جنگش آمدند. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیزرو و بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برساختی، همی گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز گران. همه نر دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همی به آسمان برکشیدند غو. جهاندار طهمورث بافرین، بیامد کمربسته جنگی. یکایک بیاراست با دیو چنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان 2 بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پس. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستن آن زمان زینهار. که ما را مکش تا یکی نوهنر، بیاموزی از ما که تاید ببر. خب همونطور که خوندیم متوجه شدیم که دیوها به جنگ با طهمورث رفتند و بعد شکست خوردند و تسلیم شدند و طهمورث اومد دیوها رو مجبور کرد که خواندن و نوشتن رو به مردم یاد بدن. طهمورث از خود سرزمینی به جا گذاشت که زیستن در اون آرزوی هر انسان نیکی بود.
اما خب بالاخره عمر طهماسب هم به سر رسید. چون طهماسب درگذشت، جمشید فرزند او بر جای پدر نشست. گرانمایه جمشید فرزند او، کمر بست یک دل پر از پند او. درخت نیکی و دانش که طهماسب کاشته بود در زمان جمشید به بار نشست و میوه های گوناگون خوشبختی را برای مردم به بار آورد. جمشید 50 سال دست به آهن داشت و آن را چون موم نرم بهر سو گردانید و به مردم در عصر شکوفایی آهن آهنگری آموخت. 50 سال دیگر کار جامه تافتن و بافتن به مردم آموخت. همچنین عده‌ای رو به کوه برد و از مردم جداشون کرد و گفت کارتان پرستش خدا باشد و بدین ترتیب دین را از حکومت جدا کرد. همچنین جنگاوران را سامان داد و گروهی از مردم رو به 3 بخش کرد تا بکارن کشاورزی کنند و درو کنند. گروه دیگر صاحبان پیشه که کارشون نه تعطیل بردار بود و نه تنبلی پذیر بود. سپس دیوان را فرمان داد تا خاک را با آب گل کنند، خیش زنند و با سنگ و گچ دیوار درست کنند. برای اولی بار که انسان در بناسازی از هندسه بهره گرفت در دوران جمشید بود. مردمان غارنشین خانه و گرمابه ساختند و کم کم کاخهای بلندی ایجاد کردند. خداوند جمشید را یاری کرد تا از لابلای سنگ گوهر، سیم و زر استخراج کند و بوی خوش و عطر بسازد. پزشکی و درمان را به مردم آموخت. کشتی ساخت و از کشور به کشور دیگه از آب گذر کرد. اما خیلی نگذشت که خودپسندی بر او چیره شد و به گیتی جز از خویشتن کس ندید. این بود که پایش را از گلیم خود فراتر نهاده و فرمان داد تختی از زر و گوهر برایش بسازند. هر زمان که اراده می‌کرد بر آن می‌نشست و دیوها تخت او را به دوش گرفته و بر آسمان بلند پرواز می‌کردند. یکی از همین روزها در بازگشت به زمین مردم به پای او جواهر نثار کردند و جشن گرفتند. آن روز را نوروز نهادند و پس از آن هر سال آن روز را تا به امروز جشن گرفتند. از آن نوروز 300 سال مردم در ناز و نعمت و رفاه بودند. دیوها و بدکاران از راه کج برگشته و به مردم خدمت می‌کردند. جمشید سراپا نشانه‌ای از پاکی خوبی شده بود. اما اهریمن او را وسوسه کرد تا آنجا که جمشید خود را خدا دانست. 23 سال گذشت. 23 سالی که جمشید از پروردگار جدا شد و خود را خدایان جهان آفرین خواند. در آن مدت تمام سپاه از اطراف او پراکنده شدند و کارها در هم ریخت. از آن سو سرزمینی بود به نام سرزمین تازیان که در اونجا مردی به نام مرداس شاه بود. مرداس مرد خیری بود که در سرزمینش گله فراوان داشت. مرداس فرمان داده بود که هر کس میتواند به طور رایگان از آن همه گله شیر بدوشند، از پشم و پوست گوسفندان استفاده کند و بهایی نپردازد. مرداس یه پسری داشت که درست مقابل پدرش بود، بی بهره از مهر و محبت، که نامش ضحاک بود. ابلیس که ضحاک را خوب می شناخت او را وسوسه کرد که پدرش پیر شده و دیگه لایق شاهی نیست. پس به کمک ابلیس ضحاک در باغی که هر شب پدرش به درگاه خدا نیایش میکرد او را در چاه افکند و بدین ترتیب ضحاک بیدادگر به شاهی رسید. بدین گونه شد که ضحاک پادشاه سرزمین تازیان شد و در یکی از همون روزهای پادشاهی اهریمن دوباره به سراغش اومد
به شکل یک جوان آراسته وارد کاخ ضحاک شد و خود را آشپزی ماهر معرفی کرد که میتواند برایش غذاهای خوشمزه درست کند. شبی که غذای خوشمزه برایش درست میکند، ضحاک میپرسد چه آرزویی داری؟ و اهریمن جواب میدهد یک بوسه بر شانه های تو بکارم. ضحاک قبول میکنه و اهریمن 2 بوسه بر شانه های ضحاک میذاره و بعد از این بوسه و ناپدید شدن اهریمن 2 مار سیاه بر دوش‌های ضحاک میرویند. سالها گذشت و ضحاک در عذاب به دنبال چاره بود که این بار اهریمن به عنوان پزشکی ظاهر شد و دوای معالجه را دادن مغز سر مردان به مارها تجویز کرد. چنان بود که هر شب 2 مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به ایوان شاه، همی ساختی راه درمان شاه. و اما داستان فلاکت بار آخر عمر جمشید از این قرار است که سرزمین جمشید بعد از خودستایی بیش از حد او پراکنده و در هم میشه، ضعیف میشه و بدین ترتیب تازیان به شاهی ضحاک که فکر میکنم همون عرب ها باشند به سرزمین جمشید حمله میکنند و بعد از محاصره تخت جمشید توسط ضحاک، شاه تخت و کلاه خود را به او سپرده و برای 100 سال از چشم مردم ناپدید می شود. در سال 100 جاسوسان جمشید را در دریای چین پیدا می کنند و عاقبت ضحاک او را به چنگ آورده و با اره به 2 نیم می کنند. بدین ترتیب عمر 700 ساله جمشید بزرگ در خواری و خفت به پایان می رسد. و اما جمشید 2 دختر به نام شهرناز و ارنواز داشت که آنها اسیر دست ضحاک شدند. ضحاک آنها را به شیوه جادوگری پرورش داد و به آنها کج رفتاری و بدخویی یاد داد. او جز آموزش کج رفتاری و کشتن و سوزاندن و غارت چیزی بلد نبود. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بری روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز. 2 پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدن لرزان چوبید. که جمشید را هر 2 دختر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، بر آن اژدهافش سپردندشان. بپروردشان از ره جادویی، بیاموختشان کژی و بدخویی. ندانست جز کژی آموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. 40 سال از روزگار ضحاک باقی مانده بود که در خواب دید جوانی با گرزی گاوسر بر سرش کوبیده و جوان دیگر او را با چرم بسته به سوی کوه دماوند کشان میبرد. او خواست که موبدان خوابش را تعبیر کنند و یکی از آنها خواب او را چنین تعبیر کرد: کسی به نام فریدون که هنوز از مادر زاده نشده، تخت و تاج تو را زیر و رو خواهد کرد. بسیار خوب، اینم از بخش دوم. خیلی ممنون که تا اینجا همراهیم کردید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. شما رو تا بخش دیگه به خدا میسپارم. بدرود.